سلام، وقتتون بخیر. روز مصاحبه فرهنگیان استفاده کردن از ضرب المثل ها میتونه یه تهدید باشه، شایدم یه فرصت. چطوری میشه یه همچین چیزی؟ برای اینکه بتونیم این موضوع رو روشن‌ترش کنیم میخوام دوربینم و 3 جا بکارم و از 3 زاویه مختلف به موضوع ضرب المثل ها نگاه کنم. از همین الانم بگم درسته که 3 تا زاویه مختلف رو میخوام نشونتون بدم، اما تهش به یک توجیه مشترک خواهیم رسید. بریم سراغ زاویه اول ببینیم که داستان از چه قراره. بله، زاویه دید اول اینطوری میشه: خود مصاحبه کننده یه سوژه‌ای رو میسازه که در قالب اون سوژه یه ضرب المثلی رو به کار میگیره و ممکنه که شما رو درگیر خطای تفکر کنه. چطوری؟ خوب به یه سناریویی که میخوام براتون بسازم توجه کنید. این کاملا ساختگی ها، قرار نیست اینطوری فکر کنید که روز مصاحبه پس یکی از سوالات ما اینه بریم حفظش کنیم بهش جواب بدیم. نه، همیشه گفتیم مصاحبه کننده دستش بازه و هر چیزی رو میتونه روی میز بذاره. این فقط یک مثاله. با هم دیگه مثال رو ببینیم تا بهتون بگم که چجوری میتونه خطای تفکری با همون ضرب المثل برای شما ایجاد کنه. در ضمن راه فرار ازش رو هم یادتون خواهم داد. بله، سناریو رو گوش بدید تا مطلب براتون جا بیفته. مصاحبه کننده میگه که یه روزی که شما خیلی سرحال و خوشحال هستید به عنوان یک معلم وارد یک کلاس میشید که درستون رو بدید، که همون هول و هوش درس دادنتون یه دانش آموزی که همچین خلقش هم تنگه یه سوسه میاد و تیکه میپرونه. شما با اون تیکه‌ای که بهتون انداخته شده تو فکر فرو میرید که خب حالا من چیکار کنم جو کلاس از دستم در نره، فردا این بچه‌ها روی من سوار نشن و کار از دستم در نیاد. برای همین یه ایده ناب به ذهنتون میرسه که در همون لحظه بتونید کارو جمع کنید و بگید که منم صاحب کلاسم. و اینجاست که این ضرب المثل رو به کار میگیرید: ادب از که آموختی؟ از بیادبان. لطفاً بقیه‌شو شما بسازید. اینو کی میگه؟ مصاحبه کننده. اونه که ازتون میخواد بقیه این سناریو رو بسازیدش. خب الان شما میخواید چی بگید؟ شاید با خودتون بگید کاری نداره که داستانشو ادامه میدم و میگم که بله تو این کلاس یه دانش آموزی هست که وسط حرف معلمش میپره، تیکه میندازه و احساس میکنه که خوشمزه است. بالاخره من 5 سال 10 سال 15 سال معلم آموزش و پرورشم. توی هر کلاسی یه نفرم تیکه انداخته باشه و از هر کدومم یه چیز یاد گرفته باشم. تا حالا میدونید چقدر چیز یاد گرفتم؟ من الان میتونستم جواب این دانش آموزو بدم، ولی ادب از که آموختی؟ از بیادبان. و شما الان خوشحال و خندان هستید که ترکوندم دیگه، دیدی چقدر سریع و سرزرب شروع کردم به صحبت کردن، توپقم نزدم بدون اینکه بخوام یه جایی رو ایست کنم یا کنم. چه قشنگ پشت سر هم مطالب آوردم جلو. اما زی خیال باطل. آره، 0 امتیاز. چرا؟ به خاطر اینکه شما اصلا به این دقت نکردید که این سوژه‌ای که واسهتون ساخته شد یه سوژه قلابی بود، به قول خارجی‌ها فیک بود. اصلا شما نباید وارد این داستان می‌شدید. چطور؟ خوب دقت کنید. معنی ضرب المثل چی بود؟ ادب از که آموختی؟ از بیادبان. یعنی بار معنایی این ضرب المثل منفیه. معلوم میشه که یه جای کار میلنگه، چون توقعی که از معلما دارن چیه؟ اینکه مثبت باشن. حتی اگر یه دانش آموزی سوسه اومد و سوسکیتور یه چیزی گفت و رد شد، از اون معلمه توقع دارن که سه صدر نشون بده، خیلی باوقار باشه، سعی کنه که کلاسو با علم و ادب خودش جلو ببره. ولی شما چیکار کردین؟ اون بی‌ادبیه رو اومدید به خود دانش آموزه برگردوندید، یه تیکه بهتون انداخت و شما هم شروع کردید به کوبوندن و سرکوب کردن و تحقیر کردن. این توقعی نیستش که از معلم دارن. تو پرانتز بگم کاری ندارم که معلمای ما با ما این کارا رو میکردن. اینجا روز مصاحبه است و روز مصاحبه قواعد و قوانین خاص خودش رو داره و شما باید نشون بدید که یک معلم سطح بالا با تمرکز و بسیار قدرتمند هستید. اینو بهش سوالات انحرافی روز مصاحبه هم میگن که من براش میخوام یه پلیلیست جداگونه طراحی کنم و کلی سوژه انحرافی بسازم. این یه مثالش بود، ولی موضوع ما اینجا فعلا این سوژه های انحرافی نیست. ما میخوایم بگیم که حواستون باشه ضرب المثلایی که بار معنایی منفی دارن شما رو به چاله یا حتی چاه نندازن. خیلی باید در اون لحظه دقت بکنید که خب وایسو ببینم
این ضرب المثلی که این داره به کار میبره شاید معنی بدی داره میده، یا این سوژه‌ای که داره واسه من میسازه سوژه‌ایه که خب یه معلم نباید تو اون موقعیت قرار بگیره. اینو هم با توجه به کل سوژه میتونید درکش بکنید، هم اگه یه خورده حواستون رو به ضرب المثل بدید به کمک اونم میشه یه چیزایی رو فهمید که من نباید این سناریو رو ادامه بدم. بعدن توی پلیلیست مربوط به سوالات انحرافی روز مصاحبه فرهنگیان این نکته رو اشاره میکنم که شما ماهیت کلی داستان رو باید مد نظر داشته باشید و به محض اینکه دیدید این با روح معلمی، با اون شغل دبیری سازگاری نداره، بلافاصله بگید ببخشید من اصلا توی همچین موقعیتی نیستم و نبایدم قرار بگیرم. من اصلا نمیتونم بیام و یک دانش آموز رو جلوی جمع به قول معروف با این ضرب المثل یا با هر روش دیگه‌ای بخوام تحقیر کنم. من اونجا سعی میکنم که کظم غیظ کنم، یعنی خشم خودم رو فرو بخورم، بعد از کلاس دانش آموز رو صدا کنم و باهاش صحبت کنم و سعی کنم دوست بشیم، رفیق بشیم، یا حتی اگه نیاز هست از مشاور مدرسه کمک بگیرم برای اینکه بتونم بار روانشناسی خودم بالا ببرم و نحوه ارتباط صحیح با این دانش آموز رو پیداش بکنم. این میشه اون توقعی که از شما دارن. خلاصه که زاویه دید اول اینه که سوژه سازی توسط مصاحبه کننده اتفاق میفته و اون سعی میکنه با ضرب المثلی که بار معنایی منفی داره شما رو گمراه کنه. از این زاویه بگذریم بریم سراغ زاویه دید دوم، استفاده شخصی. شما روز مصاحبه تصمیم میگیرید که خودتون در لابلای صحبت کردناتون از ضرب المثل استفاده کنید و به کمک اینم میخواید فن بیان و مهارت کلامی و به قول با کلاسترش هوش کلامی خودتون رو نشون بدید. میخواید بگید که ببین من چقدر خوشگل دارم جمله سازی میکنم و میتونم از ضرب المثل هم کمک بگیرم. اینجا هم همون نکته قبلی رو میخوام بگم. حواستون باید باشه که بار معنایی اون ضرب المثل منفی نباشه. یادتونه مصاحبه کننده چی کار کرد؟ یه ضرب المثلی که بار معنای منفی داشت و براتون طراحی کرد، آب و تابش داد و شما رو توی موقعیتی قرار داد که گول بخورید. خب شما هم توی ضرب المثلایی که برای صحبت‌های شخصیتون می‌خواید استفاده کنید همین نکته رو باید مد نظرتون داشته باشید که یه وقتی ضرب المثلی که بار معنای منفی داره یا نه اصلا ساختمان و ساختار اون ضرب المثل منفی هست و به کار نبرید، چون بازخوردی که توی ذهن مصاحبه کننده میسازه منفی. من براتون مثال آوردم، خوب دقت کنید. میخوام اول بیام این شکل شما رو یاد چی میندازه؟ یاد ضرب المثل سگ زرد برادر شغاله میندازه. فکر کنید من یک کسی هم که روز مصاحبه فرهنگیان بهم گفتن که میتونی یه مقدار راجع به شباهت درس ریاضی و فیزیک صحبت کنی؟ منم میگم بله، چرا نمیتونم. درس ریاضی پایه و اساس فیزیکه. اگر ما بخوایم فیزیک به خصوص فیزیک نوین رو یاد بگیریم مجبوریم که مبانی ریاضی رو به خوبی درکش کرده باشیم و اصطلاحاً پایه هامون رو توی درس ریاضی قوی کرده باشیم. اگه من یه پی قدرتمند در درس ریاضی داشته باشم توی فیزیکم کارم حله. تا اینجا صحبت‌ها خیلی خوبه. بعد یهو برمیگردم در انتهای حرفام میگم که از قدیم هم گفتن دیگه سگ زرد برادر شغاله، ریاضی هم برادر فیزیکه. کار خراب شد. این همه قشنگ اومدی واژه‌های غیر تکراری رو استفاده نکردی، برای خودت واژه سازی کردی که توی قسمت قبلی در موردش صحبت کردیم. اگه ندیدید لینکشو میذارم این بالا که ببینید. این همه درست حسابی آخرش اومدی گفتی سگ زرد برادر شغاله، ریاضی برادر فیزیکه. ببینید این حرکته شاید تو کلاس درس موقعی که شما معلم میشید یک فضای دوستانه و به قول خودمون گفتنی فانی به وجود بیاره و یه رفاقتی بین شما و دانش آموز ایجاد کنه و اتفاقا کار قشنگی هم هست. ولی روز مصاحبه فرهنگیان وقتی میگی سگ زرد برادر شغاله کارو خراب میکنی. داری از ضرب المثلایی که بار معنای منفی داره یا خود ساختمان و ساختار این ضرب المثل منفیه استفاده میکنی. این خوشایند نیستش. حواستو به این نکته بده، از این جور ضرب المثلا استفاده نکنی. یه مثال دیگه بزنم. این دفعه میخوام در مورد یک ضرب المثل درست حسابی و دید مثبت باهاتون صحبت کنم. سر کلاسید، اینو باز دوباره ممکنه که خود مصاحبه کننده سوژه‌شو واسهتون طراحی کنه دیگه. میگه سر کلاسید و یه دانش آموزی میاد راجع به اینکه معلم زنگ قبل اخلاق بدی داشته و یه تندخویی کرده صحبت میکنه و میخواد که یه جورایی شما آرومش کنید دیگه. چیکار میکنید؟ شما اینجا میتونید از یه ضرب المثل استفاده کنید دیگه. جور استاد به از مهر پدر. آره پسرم، یا اگر معلم خانوم باشید بله دخترم. اینجوریه که
بالاخره تو راه یادگیری یه جاهایی هم استکاکایی به وجود میاد، ولی دشمنی که نیست یا کسی که با شما سر جنگ نداره. بالاخره ما وقتی زیر یه کلاسیم مثل اینه که زیر یه سقف یه خونه داریم زندگی میکنیم دیگه. همونجوری که بین اعضای خانواده یه کشمکشای اتفاق میفته و بینشون درگیری و دعوا هست، سر کلاس درسم همینه. این نشون دهنده صمیمیت‌های ماست، چون وقتی ما با هم دیگه یه فاصله غریبگی داشته باشیم، هی سعی میکنیم خیلی سنگین‌تر برخورد کنیم و بینمون کشمکش اتفاق نمیفته. مثل دوتا غریبه‌ای که توی تاکسی نشستن و چند دقیقه‌ای با هم همسفرن و بعدش راهشون از هم جدا میشه. ما چون که قراره به هم دیگه کمک کنیم و یه جورایی ما معلما پله بشیم برای اینکه شما دانش آموزا از ما بالا برید و به جایگاه بهتری برسید، این کشمکشا توش طبیعیه دیگه، پیش میاد. شما باید بگذری، هضمش کنی، عبور کنی، ولی با این حال اشکال نداره. بازم بعد از کلاس وایسا، یه مقدار بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم. منم میرم با معلمتون صحبت میکنم، یه خورده نرمش میکنم، با هم دیگه رفیق باشیم. البته اینم بگم، حالا من اینجا اومدم دارم براتون توضیح میدم، فکر نکنین من خیلی همه چیزم تمیزه. نه، از این مشکلات برای منم پیش میاد. یعنی یه جورایی دارم به خودمم میگم که اکو بشه و صدای خودم هم بشنوم که بله، این کشمکشا بین معلم، دانش آموز، مدیر، معاون، دستن در کارهای مدرسه طبیعیه. میتونیم سخت بگیریم به خودمون، میتونیم هم هضمش بکنیم. این هم میشه یه استفاده مفید و مثبت از ضرب المثل ها. پس اینم زاویه دید دوم. اما یه زاویه دید سومی هم بود، افزایش دامن لغت. یکی دیگه از اون روش هایی که ما میتونیم توی فن بیان خودمون بهش تکیه کنیم اینه که بریم ضرب المثل های مختلف رو بخونیم. لزوما ما نمیخوایم از ضرب المثل ها توی گفتار و گفتمان خودمون استفاده کنیم. از این جهت اونا رو میخونیم که دامن لغتمون زیاد بشه، چون ضرب المثل ها توشون یه عالمه لغتایی داره که شاید کمتر استفاده میشه و به گوش ما آشنا نیست. همون مثالی که قسمت قبلی توضیح دادم، وقتی که شما میاد یک واژه سازی جدید انجام میدید، مخاطب چون اون کلمه رو کمتر شنیده گوشش صدا میده، چی گفت، چی اتفاقی افتاد، این واسه من خیلی تازگی داشت. و اینجاست که شما هنر معلمی خودتون رو به رخ میکشید. پس ما برای افزایش دامن لغت خودمون هم میتونیم از ضرب المثل کمک بگیریم. اینجا لزومی نداره که خود ضرب المثل رو به کار بگیریم، بلکه هدف ما اینه که لغت‌هاشو جدا کنیم و به دامن لغت خودمون اضافهش بکنیم. ولی بازم اینجا باید اون معیار اصلی رو فراموش نکنیم. در مورد ضرب المثل از اول جلسه تا الان چی گفتم؟ حواستون باشه ضرب المثل منفی یا اونی که ساختار و ساختمانش منفیه رو استفاده نمی‌کنیم. اینجا هم دقیقاً همینو می‌خوایم بگیم. اون لغت‌هایی رو ما از ضرب المثل جدا می‌کنیم که بار معنایی منفی نداشته باشه. مگه من نمی‌خوام دامنه واژگانی خودم رو گسترش بدم؟ پس اینو باید با واژگان مثبت و کلمه هایی که ساختمان درست حسابی دارن گسترش بدم، نه اینکه با بد و بیراه و اون کلماتی که یه مقدار حالت کنایه‌ای طور داره و در ضرب المثل تا دلتون بخواد فت و فراوونه. برای این آخریه میخوام سایت معرفی کنم، بریم برگردیم ببینیم که سایتش چجوری است. آدرس این سایت رو توی قسمت توضیحات براتون گذاشتم و میتونید مشاهده کنید. همونجور که می‌بینید اینجا اومده حروف الفبا رو برای ما قرار داده و روی هر کدوم از اینا کلیک کنید اون ضرب المثل هایی که با اون حروف الفبایی شروع میشه رو میتونید ببینیدش. مثلا تو این صفحه شما ضرب المثل هایی که با الف شروع میشه رو به طور کامل میتونید شروع کنید به خوندن و دیدنش. مثلا میگه آب از دستش نمیچکه، آب پاکی را روی دستش ریخت، یا آب پاکی رو روی دستش ریخته. مثلا خودمونی بخواید بگید اینطوری میشه: از کوزه همان برون تراوت که دروست، از ماست که بر ماست، از این ستون به اون ستون فرجه. معنیاش هم این زیر نوشته که شما میتونید یه مقداری بهتر درکش بکنید. این ضرب المثل رو که میخونید، ضمن این که به دامن لغتتون اضافه میشه، اون مثبتاشو، اونی که ساختار و ساختمون و معنیش مثبت رو هم میتونید آروم آروم حفظ کنید، توی گوشه ذهنتون داشته باشید و در جمله بندی هاتون ازشون استفاده کنید. فقط خواهشاً اونایی که مثبتن، معنی خوب میدن، واژگان درست حسابی دارن، با ارزشن، نرید سراغ اونایی که بار معنایی منفی دارن یا اینکه کلماتی که توش هست زشت و زننده است. برای دامن لغت هم که تا دلتون بخواد میتونید ازش کمک بگیرید. به نظر شما این دهه میتونه ضرب المثل مناسبی باشه؟ آفتاب لگن 7 است، شام و نهار هیچی. من باشم استفاده نمی‌کنم، چون آفتابه اینا بار معنایی منفی داره دیگه. لگن اینا زیاد جالب نیست دیگه. یا مثلا اگه دعای بچه‌ها اثر داشت یه معلم زنده نمیمون.
خب این اصلا ضرب‌المثل خوبی نیست که شما بخواید ازش استفاده کنید دیگه ها. یا مثلا اگه پیش همه شرمندم پیش دزد رو سفیدم، خب این جالب نیست. ولی خب این میتونه به دامنه لغت شما اضافه کنه و شما رو در سطح بالاتری قرار بده دیگه. یا مثلا نگاه کنید اون وقت که چیک چیک مستونت بود یاد زمستونت بود، خب اینو یادتون باشه این مثلا میتونه تو سوژه سازی‌های معلما توی روز مصاحبه استفاده بشه دیگه. مثلا میان بگن که یه دانش آموزی داشتی در کل ترم درس نخونده، یهو رسیده به آخر ترم و نمرش بد شده و تو برمیگردی بهش میگی که اون وقت که جیک جیک مستونت بود یاد زمستونت نبود، ادامهشو بده. و تو باید گول نخوری، با خودت بگی که این ضرب‌المثل ساختار منفی داره. حالا اینو توی پلیلیست مربوط به سوالات انحرافی داستان دارم براتون، اصلا قصه‌شو نخورید. توی اون پلیلیسته فیلماشو براتون میسازم، خیلی سوژه داریم، میارم میچینم و براتون توضیح میدم تا کلا یاد بگیرید که چطور از کل اون سوژه‌ای که واسهتون تعریف میکنه، حتی از توی همین ضرب‌المثل‌ها یا از توی 3-4 تا کلمه از کل اون سوژه‌ای که داره براتون میگه تشخیص بدید که استاپ کنم، من وارد بازی مصاحبه کننده نشم یا نه اشکال نداره میتونم وارد بازیش بشم، این سوال انحرافی نیست و اوکی هستش. اینو به موقعش یادش میگیریم چون خودش یه فوت و فن داره و یه پلیلیست جداگونه میخواد. اینجا ما داریم راجع به فن بیان صحبت میکنیم، میخوایم بریم سراغ این که واژگان رو چجوری افزایش بدیم ها. همین پلیلیستی که دارید مشاهده میکنید و ویدیوهاشو به ترتیب دیدید و اینجا اومدید، اگرم ندیدید میبینید و حسابی ازش یاد میگیرید، اصلا اینجا همینه دیگه. قرار راجع به دامنه لغت صحبت کنیم، اینکه ما چطور فن بیان بهتری از نظر جمله بندی داشته باشیم. خلاصه که اینم یه قسمت جذاب و جالب بود که ما یاد داد ضرب‌المثل‌ها میتونن هم یه تهدید باشن هم یه فرصت. چطوری میتونه یه تهدید باشه، چطوری میتونه یه فرصت باشه، دیگه فکر کنم الان براتون جا افتاد. فعلا خداحافظ.